روزتان بخیر بینندگان ارجمند برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. امروز پنجشنبه 11 دکبر است و در 15 دقیقه بعدش ما را به آشنایی با خبرهای مهمترین تاجیکستان و جهان دعوت میکنیم. اول با موضوعهای نشر شناس شوید. مقامات انتظامی دوشنبه از دستگیر شدن اعضای یک گروه جنایی خبر دادند که به گفته آنها به غارت و راهزنی و کشتار مشغول بوده است. شکایت یک زنی تاجیک از کار طبیبان هنگام تولد فرزندش. دختران میگویند در جراحی اگر جراحی نمیکردن زن میفوتید. پوچکای من مقصد کار نمیکنن. اگر که او میدونن و میفهمن بیان مرا تشخیص کنن اینا ببینن که مرا به چه حال رسوندگن. در ولایت سوخت تعمیر یک راه ویرانه ناهموار آغاز شد که سر آن بین تاجیکستان و قرقیزستان بارها جنجال و کشمکش شده است. درازی راه 9.7 کیلومتر بوده، پهنایی 15 متر تشکیل می‌دهد. مقامات انتظامی دوشنبه از بازداشت اعضای یک گروه سازمان یافته جنایی خبر دادند. ریاست امور داخلی روز 10 دکبر با نشر یک گزارش تلویزیونی گفت این گروه 6 نفری در 2 سال اخیر در دوشنبه و ناحیه‌های حصار و وحدت و رودکی نه کمتر از 10 بار دزدی و غارتگری کرده 2 نفر را هم کشته است. از جمله به اطلاع ریاست امور داخلی علیم جان یعقوبوف ساکن 72 ساله ناحیه رودکی بعد غارتگری و لط و کوبش درگذشت. در عموم به گفته مقامات 4 عضو گروه دستگیر شده، 2 نفر دیگرشان در خارج از کشور پنهان شدند و جستجویشان ادامه دارد. نظر متهمان به جنایت معلوم نیست و روشن است که اعترافات آنها چگونه به دست آمده است، اما آنگونه که در ویدیو دیده می شود سر و روی یکی از متهمان سیاه و کبود است. یک زن در تاجیکستان از طبیبان زایشگاه در ناحیه همدانی به دادستانی شکایت دارد که با عیب آنها دیگر تولد کردن نمیتواند. طبیبان میگویند برعکس این زن را که تولدش با مشکلات زیاد صورت گرفت از مرگ نجات دادند و هنگام معالجه و جراحی زن به هیچ خطای راه ندادند. اصلی بحث چی است؟ در گزارش همکارانم زرنگیز نورشاه و شهلای عبدالله میبینیم. دلافروز 5 ماه پیش در 34 سالگی اولین طفلش را به دنیا آورد، اما این برایش آخرین حامله‌داری و تولد شد. میگوید با عیب دختران او دیگر فرزنددار نمی شود چون بچه‌دانش گرفته شد و صحتیش از دست رفت. به نقل دلافروز در زایشگاه بیمارستان ناحیه میرسعید علی همدانی توسط برش قیصری یا از راه جراحی طفلش را بیرون آوردند، ولی کار با این تمام نشد و پای هم 2 جراحی دیگر پیش آمد. در مجموع در دوام 5 روز او 3 بار جراحی شد. اولی نو یک کودک دارم. مرا این نسل به نسل کردن تا حاضر من ساعت 6 نمیتونم. پوچکای من مقصد کار نمیکنن. اگر که او میدونن و میفهمن بیان مرا تشخیص کنن اینا ببینن که مرا به چه حال رسوندگن. 15 روز در ریانیماسیون خواب بودم. این در حالی است که به گفته مصاحب ما تمام دوره بارداریش خوب گذشته بود. در دوشنبه تحت نظارت پزشکان بود و شکایتی جدی نداشت. اما اش از اون سر شد که تابستان به خانه والدانش در ناحیه رفت و به بیمارستان افتید. با ادعای دلافروز خنک نظری و بی‌اعتنایی پزشکان او را به این حال رساند. ما 4 روز در اونجا بستری شدیم. ما توبت نکردن مثل که ما یگون کرو رفته باشیم. نه یگون سوزندارو گذروندن، نه یگون برای دولینیم یگون دارو دادن. بعد از او آمده گفتن که مثلا تولد شما کودک به راه اومدگی نمیشه و حتما باید که جراحی کنیم. در سندی که بعد دلافروز هنگام رخصت شدن از بیمارخانه دادند نوشته شده است که وی در حالت وزنین مراجعت کرده بستری شده است. به نوشته سرطبیب بیمارخانه آقای نظر عبداللهیف ضمن عملیات برش قیصری در بیمار قبضیت روده ها مشاهده شده. با توجه به بد شدن حالت زن پزشکان از شهر کولوب دعوت شدند. جراحی های بعدی هم به گفته عبداللهیف برای نجات زن از جانب گروه کاری انجام شده است. مکر کرانچین میشه سری وقت انسان نمیکنن یا که اینفکتیو نشه سپسی نشه ایشا سری وقت انسان نشه ایشا میگن نشه که مادر نفس که اون مکر اگر سی منبع سوچه وای فقط زنده میمونه اگر ما رو نگیریم و تمافت مادر بسیار نشه اگر اختطاف شدگی نیست. بحث دلافروز با بیمارخانه تا به دادستانی کشیده شد.
او از بالای دختران تولدخانه ناحیه به دادستانی ناحیه میرسعید علی همدانی شکایت برد. در پاسخ خطی دادستانی به دلافروز گفته است سنجش معلوم کرد که در کار دختران علامتی جنایی نیست. اما این زن که ادعا دارد با عیب پزشکان صحتیش را از دست داد میگوید تلاشش را برای به جوابگری کشیدن دختران ادامه میدهد که به گفتهش او را به این حال آوردند. هرچند میگوید میداند که اثبات اشتباه پزشکان کاری آسان نیست. از روی مقررات برش قیصری با تصمیم طبیبان رضایت زن و خویشاوندان و در حالت انجام می شود که از روی پیشبینی متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت‌های ناگوار داشته باشد. معلوم نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان چه تعداد از پزشکان برای راه دادن به اشتباه جزا گرفتند، اما چند سال پیش مقامات سوخت گفته بودند که 15 پزشک برای رعایت نکردن قاعده‌های برش قیصری یا تولد با جراحی به جوابگری کشیده شدند. نگار نظری حامی حقوق پناهندگان افغان در تاجیکستان در قطار یک سازمان امدادرسان و 3 فعال دیگر با جایزه با نفوذ نانسن قدردانی شده است. جایزه را کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌سپارد. نظری در تاجیکستان پناهجو است و هم مؤسس مرکز تعلیمی اوریانا در شهر وحدت است. او را برای پیش بردن کار مرکز درس و سواد برای کودکان پناهجوی افغان در تاجیکستان قدردانی نمودند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه نگار نظری و برندگان دیگر جایزه را شخصان بزرگ و الهام بخش نامید که به پناهجویان با جسارت و محبت انسانی کمک رساندند. جایزه نانسن سال 1954 تأسیس یافته به شخصان، گروه‌ها و سازمان‌های تقدیم می شود که در کنار کار و فعالیت کسبی خود برای حمایت از پناهندگان، شخصان بی‌شهروندی و یا بی‌جا شدگان یاری‌ها می رسانند. بعد سیمخوارکشی قسمت از مرز تاجیکستان و قرقیزستان از نوسازی راه‌های مرزی در چند ناحیه و شهرهای ولایت سوخت امکان پذیر شده است. یکی از راه‌های خرابی که سالهای پیش با سبب مانعه‌های حقوقی هر دو کشور تعمیر نمی‌گردید همکنون از نوسازی می‌شود. فرزان محمدی از جریان راهسازی در ناحیه نزد مرزی با باجان غفورов گزارش می‌دهد. بازسازی راه خستیور ساحلاب یا ارقه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان. این راه زیاده از 5 سال باز ویران و با سبب جنجال‌های مرزی دو طرف تعمیرش امکان ناپذیر بود. حالا پس از معلوم شدن خط مرز تاجیکستان کار را سر کرده است. کار را عاید از نوسازی روز 5 دکبر آغاز یافته با مرام ادامه دارد. درازی راه 9.7 کیلومتر بوده. پهنایی 15 متر تشکیل می‌دهد. از دو طرف جویبارهای آهن بتونی مانده می شود و چراغان کرده می شود. این راه را یک شرکت چینی با تقریباً 70 کارگر از تاجیکستان و چین و افریقا و افغانستان می سازد. پولش را بانک جهانی داده است. انتظار می رود راه را در بهار سال 2026 به استفاده دهند. مدت 1 ماه می شود که پروژه جدید را یا قرارداد جدید را آغاز کردیم. روزانه 12 ساعت 11 ساعت و اگر زمینه مساعد باشه، آب و هوا خوبتر باشه، ما 12 ساعت کار میکنیم. در غیر از 10 ساعت 11 ساعت ما همه روزه کار میکنیم و حتی 2 شفت داریم و از طرف شبام کارهایی که نیاز است که باید انجام شود کارا رو انجام میدیم. این قطعه ویران و ناهموار راه در ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت قرار دارد. در گذشته ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان از آن برابر استفاده می بردند. حالا راه ساکنان دو طرف مرز از هم جداست. رانندگان تاجیک میگویند از نوسازی راه خستیورز ارقه باید زودتر پایان یابد تا حرکت آسان و زندگی راحت تر گردد. راه مازش نمی‌بینید، قداخون دیداسید یک روز به 5 بار 6 بار میگذاریم. ماشینا ما هم مقصد خدایش وصال شدگی اعصابی راه. این قطعه جزئی از شاهراه خوجند کانی بادام است. در زمان شوروی و تا بحث‌های مرزی از این راه نقلیات 3 کشور ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان می‌گذشت. باور دارم که اگر همین منطقه راه به استفاده داده شود
و اون منطقه‌ای که با کوچکک میپیوندد یعنی راهی بین مرزی از یک مرز ازبکستان به مرز دیگری ازبکستان میپیوندد و شاید ماشین‌های سبکرو ماشین‌های مسافرکش من بعد اگر نظام گذشت مرز آسان گردد مشکلی ها برطرف گردند شاید از همین جا حرکت کند که این امنیت هم مسافرها امنیت هم واسطه های نقلیات را بیشتر و بهتر تامین خواهد کرد. در قسمت دیگری راه کانیبادان که بحثی حساب نمیافت هنوز سال 2023 ساختمان راه بین المللی آغاز شده است. آن را نیز شرکت چین ریلوی می سازد و قرار است کارش را تا ماه مارس سال آینده به پایان رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. در شرایط کمبود شدید برق در تاجیکستان برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها علاج ادامه کار را در خرید گنراتور می‌بینند. گنراتورها از جمله کار کارخانه‌های خردی استحصالی و یا شرکت‌های ساختمانی را آسان می‌کنند. اما خراجات علاوه‌ای دارند و ممکن است به قیمت خانه و دیگر محصولات تاثیر گذارند. گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در این باره. در این محله‌های کنار دوشنبه برق نیست، اما این باربردارهای ساختمانی در این شب و روز به ایست کار میکنند. اینها نیز از برق استفاده عموم محرومند، ولی به خاطر عقب نافتادن ساختمان مجبورند از گنراتورها یا تولیدگران مستقل برق استفاده کنند. با این مانند در اطراف دوشنبه صدها دکان و کارگاه‌های خرد و میانه چاره بی‌برقی را در گنراتورهای خرد و کلان دیدند. همین دیویژو که 15 روز چی استفادهش برده. دو روز خاطر کار کنی، یکم گفتی نیست. اگر خیلی کار نباشه، اگر بیهوده هم گیرانش نمیکنیم. مشتریان میگویند در این شب و روزی بی‌برقی سخت پیدا کردن دستگاه‌هایی که از برق الटरनेटिवی تولید کنند مشکل است. گاه‌ها برای پیدا کردن آنها حتی از نواحی اطراف و شهر دوشنبه میآیند. ضرورت باشه خوبه میشد. همون دیویژو تو کار ضرورت کار بود چه اما که نباشه خیلی با ما آدم کمقل نبا سوید باشه با خوبتر ارزانتر میشه. اگه نه که ضرور باشه در کاره ضرور باشه در کاره. فعال کردن گنراتور برای یک ساعت از 4 لیتر بنزین بالا خراجات دارد که ارزش 1 لیتر بنزین در بازار از 10 سامانی زیاد است. بعضی کارگاه‌های بزرگتر مثل شرکت‌های ساختمانی تا 8 ساعت از گنراتورهای بزرگ استفاده می‌کنند. هرچند در حال حاضر این کارگاه‌ها خراجات علاوه‌ای را به دوش مشتریان بار نکردند، اما با امیدند که به زودی وضع تامین برق معتدل می‌شود، زیرا اگر این وضع ادامه کنند مجبورند این خراجات را از حساب مشتریان جبران کنند. میشیدگیز خیلی بارون زده که کلامونم پر میشیدگیز انشالله بسوید میشیدگیز. در باختر و خوجند شرکت‌های پیدا شدند که گنراتورها را به اجاره می‌دهند و از این حساب درآمد نیز می‌گیرند. امسال از نیمه تیر ماه تاجیکستان با کمبود برق روبرو گشت. حکومت آن را به خیلی کم شدن سطح آب در نیروگاه‌ها ربط می‌دهد. محمد امین محمد سیدزاده سرمهندس نیروگاه برق آبی نارک در یک نواری که گروه‌های تبلیغاتی حکومت روز 7 دکبر نشر کردند میگوید که امروز نظر به همین دوره سال 2024 سطح آب انبار 3 متر و 75 سانتی متر کم شده است که اگر ذخیره نشود وضع مشکل‌تر می‌گردد. برخی از باشندگان ناحیه‌ها شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها 3-4 ساعت برق می‌گیرند. برخی دیگر می‌گویند گاه تماما بی برقند. این نشر برنامه در همین لحظه ها به پایان خود نزدیک می شود. سپاس که ما را همراهی کردید. برابر با این برنامه سامانه رادیوی آزادی هم برای دریافت خبرهای آخرین استفاده کنید. azadi.org صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی هم در خدمت شما هستند. اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. اگر شما هم درباره خبری می خواهید به ما بگویید که شاهد شدید، به همین صحیفه های ما نویسید و ما با شما در تماس می شویم. خدا نگهبان.